تاج سرم، ای امید و باورم. تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم، دست تو آرامش قلب من عزیز من. تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی اشکات میریزه من میخوام که بمیرم. سلام علیکم دوستان عزیز، تماشابین ها، بیننده های عزیزی ما. امروز ما برای تبریک کردن جشن زادروز شکرانه بانو آمدیم. امروز تبریکات از نام مادرشان که در مسافرت هستند، از نام دلناز آیتی، همچنان از نام شهریارک جریان آیتی. امروز این دخترک نازنین را تبریک میگویم و امروز این بزم زیبای ما در این طربخانه که در دامن کوه آهلیک جایگیر شده است همراه شما به هم ببینیم. با ما باشد. ما آغاز کردیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم خویش و تبارها، مهمانان خانواده طاهر بابا، همه شما امروز بر جشن زادروز شکرانه بانو خوش آمدید. نوری دیده تاج بر سر میگویم. البته طاهر امکی همراهی لطفی خانم، همراهی شکرانه بانو و همچنان هلال آیتی و نزد ما شما را تکلیف میکنیم. سخنهای نیک داریم میخواهیم برای شما رسانیم. مرحبا مرحبا، بیایید یاری بابا. طاهر بابا زادروزی نویره مبارک باشد، روزی خورسندی را مبارک باد میگویم. من علاقه 2 سال شده است لطفی خانم با آمده شکرانه بانوی تبریک دیگه بودیم. امروز هم شکرانه بانوی مادر جانشان را شخصا از نام مادر جانشان، از نام دلناز آیتی، از نام دوگانه هایشان، از نام اکا جانشان، از نام شهرزاد جان، از نام نصیب آیتی تبریک میگویم و برای شکرانه بانو میخواستیم سر اول سخنهای دلناز آیتی رسانیم. تمام آرزوی من، تمام نیتی من، تمام بود و نبود هستی من شکرانه من است. نامش رو بیهوده شکرانه نگذاشتیم. خدا را شکر میگویم که علمی شکرانه ما در دنیا آمد و من امروز زادروزش را باز جشن میگیریم. خدا بیدرد و غم کلان شود. من مکتب های با بهای اعلی خوانده ایستاده است. هر روز همان روزنامه‌اش را، دینامیکش را می‌بینیم، ما خرسند می‌شویم از بهاهای گرفته‌اش، از علم گرفته‌اش خرسند می‌شویم. برای این رحمت می‌گویم برای مادر جانم، برای خواهر عزیزم هلال آیتی، برای شما صد تشکر می‌گویم از نام مسافر خواهرتان. همچون دخترتان بابای رسانده صدقتون و رحمت و عذر می‌پرسند که من همین بابای رسیدن دخترم با یادش به ایستادن نتونستم. باغچه را ختم کرد، من مکتب رفت، بهاهای اعلا گرفته ایستاده است و سزاوار دیپلم ها شده ایستاده است. من انخیر روزهای نغزش و یانش به ایستاده نتونستیم. حسین جان مسافری هم خیلی بود است. بعد از که انسان صاحب فرزند می شود، از همان روز اعتبارا فقط می خواست است که فرزندش خوشبخت شود. شکرانه بانو مکتب های با بهای اعلا ختم کنید، انورسیته های کلانبر در آمدن نصیب کند. دعای نیکی بابا جان و آنا جان گفته خدا خواهد اگر سردختر، دوزنده مشهور، معلمه بهترین خودش کلان شوید. اگر شما چی میشوید؟ چیه نظم میبینید؟ کدام کسبه؟ خدا کند که اونها چی کلان شوید. از پیشتان علمه آنا جان و بابا جان فخر کنند که همه شکرانه نبیره ما است. گفته از پیشت شما فخر کرده گشتن نصیب کنند. امروز برایتان میگویم دخترم، بختم، زرم، بال و پرم، معنی عمرم، سمایم، اخترم. تو برای مادر جانت ماهی آسمان هستی، تو برای مادر جانت گوهری نایاب هستی. زادروزت مبارک باشد. برای تو میگویم بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها، فقط رنگین کمان ماند برایت. لالایتی هزار رحمت برای مهر و محبت بی پایان، برای مهر و محبتی که من امروز یک طفلک نازنین علاقه 9 ساله شده ایستاده است. کلام کردگیتان با مهری بی منت دادگیتان با از نام مسافر خواهرتان دلناز آیتی هزار رحمت میگویم و این دخترک نازنین را از نام دوگانه های مادر جانشان را نیز تبریک میگویم. زادروزتان مبارک باشد. لطفی خدا دلناز آیتی چنان انسان بودین که
من امروز در روز زادروز دخترشان در همون جایم چندین انسان ها با دست خیر، دست نیکی، دست مروت رسانه شدن ان همون دوگانه هایشان گفتن که نام من رو نگیرید و از نام ما تبریک گویید. رحمت گوید برای پدر مادرشان که چنین دختر را به آیه رساندند. برای همین مسافری با ما خواهر شده یک جای مصلحت همدیگر را گرفته دمی غمگینی با غم شریک، دمی خرسندی با شریک خرسندی ما شده یک جای گشتیم گفتن امروز دختر نازنینشان را تبریک کرده ایستادند. اگر خواهی شوی سرور دعا گیر از پدر مادر، بیا بی بام و نو مادر دعا گیر از پدر مادر، سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر صبح، بخندد وقتی تو یک سر دعا گیر از پدر مادر. البته دعای نیکی شمایان را که نازایتی گرفتند لطفی خاله طاهرمک من امروز در مسافرت سر و بالا مهنت کرده ایستادم برای فراوان زندگی کردن فرزندان. حاضر باشد یک دستگلی زیبا داریم، میخواستیم از نام مادر جانشان برای امروز شکرانه بانو تقدیم کنیم. مرحمت با ترسک های مهمانان مرحمت. مبارک باشد. البته شیرینی را تیار میکنیم برای ملکه این شما تاجی طلایی داریم برایشان تقدیم میکنیم. مرحمت زادروز مبارک. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничений. مبارک باشد. انا تاجی طلایی مبارک برای شکرانه بالا. یک تا ویلکه دراز کنه. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения مبارک باشد. زادروز مبارک. ты с годами. طاهر بابا حتی شکر تبریک کنیم نبیره. مرحمت. شکرانا بیا تبریک بکنم همه جا. خدایم تعالی دادگی عمر منزین ایلیم هم دختری گفتگی شب بچم هیچی کسان نشوه تو دختر شد خیلی اونا تبریک میکنیم و یک مکتبه نفس خون همه چیز میشی فقط خوندن خریدار با خوندن در کن نه در میسیم کن خیلی تبریک میکنیم باز یعنی تبریک شکرانه بچه میدیم خدا دو دگه عمره شکر سلام سلامت بباید کنم بذارم مکتبه اولی به داخل شد سمیدم باقی دختر شد خیلی منو ذهن خوش شد رحمت سلامت باشد مبارک باشد. لطفی خاله خدا کند که شکرانه بانو را با یک پیراهن طلایی از تکی تیمیلیق یار گفته و هزاران گفته توی نکاحیش برساند و همون روز شکرانه بانو با گلدسته های زیبا با سلام های کیلین برای خاله جانشان برای آقا جانشان برای در مسافرت بودگی مادر جانشان سلام های ناز را رسانند و گسل کنید به خاندان وقتشان. خیر روزهای بهترین را دیدن نصیب کند. اکرام باشد میخواستیم نوبت را برعکس دهیم یک تا همه مهمانان را برعکس تکلیف کنیم همراهی شکرانه بانو یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم. ساره اما کلان خاندان مرحبا برای امروزه شکرانه بانو گوشوارهای طلا است میخواهم برای امروزه ملکه خاندانشان تقدیم کنم. مرحبا زادروز مبارک باشد. مرحبا
چکنی میدوزم با نامش تاییدانم چکنی میدوزم آه سردی میکشم آه سردی میکشم درون Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления. در
دامن کوه آهلیک در لب سای در طرف خانه میرانشاه مهمان شدیم. شکرانه بانو را از نام مسافر بودگی مادر جانشان تبریک کردیم. لحظه های خرسندی رو همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید.